وقتی یه جایی میشینید پاتون اینجوری نذارین، باعث میشه این پارچه ها زود پاره بشه و حالت خودش رو از دست میبینید بده. دیگه اوکی دیگه. اینجوری بشینید خیلی راحت عمر کتونیتو 10 برابر میکنی با این کار. کتونی اورجینالی که قرار باشه با اینجوری نشستن جنس روحش خراب بشه و با اونجوری نشستن طول عمرش 10 برابر بشه، همون بهتر که برای خریدش پولتون رو دور نرسید. آقا وقتی اطلاعاتی یه چیزی نداری چرا محتوای الکی میسازید؟ حالا خودت کلاهتو قاضی کن ببین چیزی که من میگم منطقی تره یا این. ببین صفر کردن بند کتونی طول عمر کتونی تو به شدت کم میکنه. حساب کن تو رفتی این کتونی رو خریدی، هممون کتونی پوشیم. کتونی بعد از چند وقت به هر حال چه بخوای چه نخوای جا باز میکنه. وقتی جا باز کرد اولین کاری که میکنی چیه؟ دقیقاً بندشو میگیری میکشی صفر میکنی که اون لقشو تو پات بگیری دیگه. حالا حساب کن تو دائما داری این بندو میکشی که کتونی تو پات لق نزنه و سفتش میکنی و کتونی هم مدام داره از بغل جا باز میکنه. اتفاقی که میفته چیه؟ بعد از چند وقت انقدر که بندو کشیدی روی کتونیت مچاله میشه و کتونی هم چون مدام داره از بغل جا باز میکنه و فشار موقع راه رفتن و ورزش رو قسمت پنجه کتونیت از این قسمت میترکه. سوال: خب عمو کتونی حالا چیکار کنیم؟ نمیتونیم بذاریم کتونی تو پامون لق بزنه که. ببین زمانی که کتونیت جا باز کرد به جای اینکه این بنده رو بیشتر بکشی، برو یه کفی معمولی بگیر از این 30-40 تومانیا بذار زیر کفی اصلیش. باعث میشه که پات بیاد بالاتر و اون وقت دیگه نیازی نیست تو مدام این بندو بکشی سفترش کنی. پات میاد بالاتر، روی کتونی تو پر میکنه، روی کتونی دفرمه نمیشه و باعث میشه طول عمر روی کتونیت بره بالاتر، از بغلم نترکه. حالا یه نکته ریزم اینجا بهت بگم. عمو کتونی چرا میگی بذاریم زیر کفی اصلیش؟ به خاطر اینکه ارگونومی کتونی رو به هم نزنه. حالا این منطقی تر بود یا اون؟ پس بند کتونیتون رو بیش از اندازه صفر نکنید، یه کفی اضافه بذارید توش. خیلی چاکرم، مخلصیم. اگر مفید بود یه لایک برام بذار، عشق منی.